یک سال پس از محرومیت دختران از آموزش، سازمان ملل از طالبان خواست که به دختران اجازه رفتن به مکتب را بدهند. ضرب العجل طالبان برای مسدود ساختن برنامه‌های سرگرمی. طالبان برای بستن برنامه‌های تیک تاک و پابجی تلاش می‌کنند. بحران اقتصادی اسلام آباد. رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که این کشور برای واردات مواد غذایی از افغانستان و ایران دلار ندارد. و در نتیجه درگیری‌های مرزی قرقیزستان و تاجیکستان تعداد کشته شدگان به 71 تن رسید. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آموج نیوز خوش آمدید. همزمان با یک سالگی جلوگیری طالبان از بازگشایی مکاتب دخترانه، دبیرکل سازمان ملل میگوید یک سال دانش و فرصت از دست رفته که هرگز بر نخواهد گشت. آنتونیو گوترش در توییت نوشته است دختران به مکتب‌هایشان تعلق دارند و از طالبان خواسته که اجازه دهند آنها دوباره به مکاتب برگردند. پیشتر سرپرست دفتر سازمان ملل در کابل سالگرد محرومیت دختران افغانستان از آموزش را تراژدی شرم‌آور خواند. 365 روز از مخالفت طالبان با بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان گذشت. به این مناسبت سازمان ملل از طالبان دوباره خواست تدابیر فوری را برای بازگشایی مکاتب دخترانه روی دست گیرند. در اعلامیه سازمان ملل به نقل از مارکوس پودزل آمده است حذف مداوم دختران از مکتب هیچ توجیه معتبر ندارد و مشابه چنین مخالفت در تمام جهان وجود ندارد. به گفته آقای پودزل، بسته ماندن مکاتب همچنین برای نسل از دختران و برای آینده خود افغانستان بسیار مضر است. پارسال در 18 سپتامبر 2021 طالبان مکاتب را برای دانش آموزان پسر باز کردند، اما از دختران خواستند در خانه بمانند. تخمین زده می شود که در طول سال گذشته بیش از 1 میلیون دختر از حضور در مکاتب منع شدند. در جریان یک سال گذشته طالبان در برابر همه اعتراضات و دادخواهی مبنی بر بازگشایی مکاتب دخترانه بی‌اعتنایی کرده و به وعده‌های خود مبنی بر بازگشایی مکاتب عمل نکردند. وزارت مخابرات و تکنولوژی طالبان در نشست برای بستن اپلیکیشن های تیک تاک و پابجی ضرب العجل تعیین کرده است. این وزارت روز شنبه 27 سنبله در نشست با حضور نمایندگان از سکتورهای امنیتی طالبان و وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه در مورد ممنوعیت استفاده از تیک تاک و پابجی تصمیم گرفته است. بر اساس تصمیم وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی طالبان، تیک تاک تا 1 ماه و پابجی پس از 3 ماه در افغانستان مسدود خواهد شد. پیش از این طالبان استفاده از این اپلیکیشن ها را غیر شرعی خوانده بودند. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که اسلام آباد اجازه وارد کردن مواد غذایی به ویژه سبزیجات را از افغانستان و ایران صادر کرده، اما برای آن ارز تخصیص نداده است. روزنامه دان نوشته که وارد کنندگان این مواد با مشکل روبرو شدند، زیرا اجازه خرید دلار از بانک‌ها یا صرافی‌ها را ندارند. پس از سیل ویرانگر که محصولات کشاورزی پاکستان را نابود کرد و قیمت‌ها را به سطوح بی‌سابقه‌ای رساند، این کشور با کمبود شدید بادنجان رومی، پیاز، کچالو و غیره مواجه شده است. این وضعیت حکومت پاکستان را وادار کرد که فوراً اجازه دهد تا واردات این مواد غذایی از کشورهای همسایه به خصوص افغانستان و ایران برای پر کردن شکاف عرضه و تقاضا انجام شود، اما هیچ برنامه‌ای برای ارائه ارزهای خارجی در قبال این واردات روی دست نگرفت. صادرکنندگان افغان حاضر نیستند سبزی خود را به جای افغانی به روپیه بفروشند و وارد کنندگان پاکستان مجبور شده که دلار را به طور قاچاق به افغانستان و ایران انتقال دهند و یا از راه دبی حواله کنند. قرقیزستان و تاجیکستان اعلام کردند که تعداد کشته شدگان درگیری مرزی دو کشور به 71 نفر افزایش یافت. قرقیزستان میگوید 36 شهروند این کشور در این درگیری کشته شد و تاجیکستان هم شمار تلفات خود را 35 نفر اعلام کرده است. دو کشور 2 روز پیش بر سر یک اختلاف مرزی با هم درگیر شدند. این دو جمهوری شوروی سابق روزهای 14 و 16 سپتامبر بر یک اختلاف مرزی با هم درگیر شدند. دو طرف یکدیگر را به آغاز حمله متهم می‌کنند. دو کشور یکدیگر را به استفاده از تانک هاوان، توپخانه موشکی و پهپادهای تهاجمی برای حمله به پاسگاه‌ها و شهرک‌های مجاور متهم می‌کنند که دست کم 54 کشته بر جای گذاشته است. اختلافات مرزی در برخی کشورهای آسیای مرکزی عمدتاً از دوران اتحاد جماهیر شوروی سرچشمه می‌گیرد، زمانی که مسکو تلاش کرد منطقه را بین گروه‌هایی تقسیم کند که شهرک‌هایشان اغلب در میان اقوام دیگر قرار داشتند. قرقیزستان همچنین گفته است که حدود 137,000 نفر را از منطقه درگیری تخلیه کرده است. دو طرف در 16 سپتامبر بر سر آتش بس توافق کردند که با وجود چندین مورد ادعای گلوله باران تا حد زیاد رعایت شده است.